توضیحات در مورد بورسیه دولتی هندوستان برای متقاضیان افغان. با سلام درود بر شما خوبان، جوانان عزیز و محصلین گرامی و مخاطبین عزیز اسکالرشیپ فور افغانستان. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با دو تا اطلاعیه‌ای که در مورد بورسیه هندوستان برای افغانستان اعلان شده توضیح بدیم که کدام از این اطلاعیه ها درست هست و چرا. آیا به صورت آنلاین هست یا به صورت حضوری. این دو تا اطلاعیه امروز از طریق اسکالرشیپ فور افغانستان نشر شد و یکی چرا اینا نشر شد و حالا کدامش، هر دویش درست است یا یکش و یا هیچ کدامش. اول این اطلاعیه نشر شد که 1000 بورسیه هندوستان برای افغانستان اعطا میشه و در مقاطع مختلف هست و این بورسیه به صورت آنلاین هست که شما میتونید آنلاین ثبت نام بکنین و آنلاین تحصیل بکنین. فقط فیس دانشگاه شما از طریق بورسیه پرداخت میشه و دیگه کمک هزینه به شما پرداخت نمیشه. فقط شما آنلاین درس میخوانین و هزینه تحصیل شما پرداخت میشه یا مو فیس دانشگاه. و منبع این معلومات هم سایت ICCR هست که در اینجا گفته که we are pleased to invite the applications for 1000 e-scholarships from Afghan nationals که ما دعوت میکنیم درخواسته ها را برای 1000 اسکالرشیپ آنلاین از اول سپتامبر که این در مقاطع لیسانس و ماستری ارائه میشه به صورت آنلاین در دانشگاه های هندوستان که از طریق این پلتفرم نام میشه و فیس دانشگاه پرداخت میشه و دیگه استایپند یا کمک هزینه دیگه پرداخت نمیشه و ثبت نامش هم از طریق از لینک انجام میشه. خب این که 100% درست هست و شما میتونین حتما در این برنامه ثبت نام کنید. راجع به اطلاعیه دوم که گفته به صورت حضوری و همکاری وزارت تحصیلات عالی افغانستان این بورسیه ارائه میشه که وزارت تحصیلات متقاضیان را انتخاب میکنه و برای سفارت لیستش میفرسته و بعد سفارتکارایش پیش میبره. حالا این معلومات از کجا شد؟ این معلومات رو ما از سایت وزارت خارجه هندوستان دانلود کردیم و که این فایل PDF هست و در اینجا شما تاریخش میبینید که 2/9/2025 ساعت 10 بوده و این را مطابق از این اطلاعیه ما نشر کردیم مطابق از این PDF و اینجا تمام معلوماتش هست که PhD هست، لیسانس هست، ماستری هست، رشته هایش ذکر هست و همچنان شرایطش ذکر هست و پروسسش که توسط وزارت تحصیلات افغانستان میشه، همون پروسه‌ای که در دوران جمهوریت بود. و در قسمت هم لیست سایت ها هست که میتونید از اینجا معلومات بگیریم و در قسمت هم لیست های تماس های هست که شما میتونید به تماس شوین چگونه با سفارت و یا با وزارت تحصیلات عالی. خب ما چرا این نشر کردیم؟ ما مطابق از این تاریخ این نشر کردیم ولی دو چیز فعلا ما را مشکوک ساخته و مطمئنیم که این فایل از سابقه هست و جدید ممکن است نباشه. یک چیزی که ما را مشکوک ساخت اول این بود که اینجا نوشته هست که در بخش ارتباطات وزارت تحصیلات عالی دکتر نفیسه ناصری هست. گرچه ما فعلا نمیدونیم که ایشان اونجا هست یا نیست. شما میتونین از طریق ای شماره تلفن یا ایمیل آدرس به تماس شوین، میتونین معلومات بگیرین که درست هست یا نیست و یا ایمیل آدرس هایی که اینجا هست به تماس شوین. خب این یک نکته ما فکر میکنم که ممکن است فعلا نباشه و خانم ما در وزارت تحصیلات عالی و این یکی از علائمی است که نشان میده این اطلاعیه از سابقه هست. و مسئله دیگه این هست که ما همین فایل را دوباره دانلود کردیم، همین لینک را هم که اگر دانلود بکنیم اینجا میایه. خب اینجا پیش از اینکه بکنم هم اینجا نشان میده. اینجا میبینید که تاریخ را 14:52 یا ساعت 3 بجه نشان میده. همین دقیقا همین ساعت کامپیوتر ما هست. پس این تاریخش مربوط تاریخی که این چاپ شده، نه تاریخ که این اطلاعیه در سایت آپلود شده. پس این اطلاعیه سابقه هست
و اگر شما را این اطلاعیه ما که ما نشر کردیم سردرگم کرده، ما معذرت میخواییم و شما فعلا فقط میتونید که از اطلاعیه اولی پیروی بکنین و به صورت آنلاین ثبت نام بکنین در مقاطع لیسانس و ماستری و دکترایی که در اینجا هم نوشته شده فقط به خاطر این اطلاعیه بود که در دست ما تازه رسیده بود. پس انشالله که شما به صورت آنلاین ثبت نام بکنین و از های آنلاین هندوستان بهره مند شوید. باز هم معذرت بابت اینکه اطلاعیه به جا نشر شد و ممکن است که شما را گیج کرده باشه. پس بازیان عزیز از فرصت آنلاین بورسیه های هندوستان استفاده بکنین و از همین امروز ثبت نام بکنین و از این فرصت عالی بهره ببرین. انشالله که موفق و بهروز و کامیاب باشه.